لابا جونم من در باغچه بگو مشکلیات رو 3000 سومون در کار یا من در باغچه پول تیار است. خوب مایلش خوب بله مادر من کار دارم زنگ نزنید چی؟ دونان در کار من پول ندارم با من زنگ نزنید در کار هستم برادر جان با فکر من بار اول با تو دوست داشته از زنگ زده بله با فکر من بار دوم مادر از زنگ زد با تو بله با دوست داشته اینقدر خوب اینقدر ملایم صحبت کردی اما با مادرت اینقدر درشت صحبت کردی اگر من مادر می داشتم اگر از من یک چیز خواهش میکرد باور کن من دنیا را فدایش میکردم حالا که سر وقت است و قدر مادرت برسو رفته دعای مادرت را گیرو در پیش پایش افتو دست و پایش را بوسه کنو از او بخشش بپرس چون که حالا فرصت داری مادرت در برت است و مثل من در نیمه راه نمان خداحافظ سلام مادر جان مادر جان از شما حضور میپرسم با شما درست صحبت کردم و با شما چی لازم بود بگوید با شما گرفتم میام خوب مادر جان خوب مایلش حاضر میایم